أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وبعد. قال الله عز وجل في محكم كتابه وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. اولا السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ثانیا موضوع بحثمان امروز ای هست که تعدادی از قرایی که تلاوت میکنن و تلاوت های از اونا غیر قابل معیاری بوده و قاری صاحب را که شما میبینین که نمیدانم از کشور پاکستان هست و بالاخره در صفحات اجتماعی امروز بسیار تا و بالا میشه. در مورد از اونا باید اشاره بکنم که الفاظ قرآن به طریق درست خوانده نمیشه. یک. دومی که مقامات صوتی قرائت از اینا تغنی در قرآن وارد میشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک مهربانی میکنه که کسی که تغنی در قرآن وارد میکنه او از جمله ما نیست. بنابراین بعضی ها حدیث میدانن و بعضی ها قول حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه میگن که رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنه. قرایی هست که قرآن تلاوت میکنه ولی متاسفانه این قرآن بالای از او شخص لعنت میگه. مولا علی قاری رحمه الله در مورد ازی میگه که کسی که قرآن عمل نمیکنه و قرآن عمل نداره، این سه طبقه اشخاص مورد مصداق از این حدیث است. اول کسی که قرآن به قرآن عمل نمیکنه، دوم کسی که قرآن تحریف میکنه و سوم هم کسی که قرآن اشتباه میکنه. بنابراین قاری صاحب ما میبینیم تلاوت میکنه متاسفانه، ولی تلاوت از اینا غیر معیاری هست. تلاوت از اینا قسمی هست که تغنی در قرآن وارد میکنه. زمانی که تغنی در قرآن وارد شد، قرائت خود جواز خود چی میکنی؟ مقام صوتی را، بلکه حرام هم است و کسی که مشنوه هم حرام، کسی که میخوانه هم حرام و باعث ازی است که انسان چی میشه؟ گناهگار میشه. بنابراین هر دوستی که تلاوت میکنه، تلاوت از او باید مطابق به اصول تجوید و مقام صوتی از او باید به اندازه باشه که تغنی در قرآن وارد